میخوام یه سری نکته بهتون یاد بدم که خیلی حرفه‌ای‌تر و سریع‌تر و پروداکتیوتر با فیگما کار کنیم. اولیش اینه که اگه میخواین یه فضای با تمرکز تری رو داشته باشید، اگه کامند نقطه رو بزنید، پنل‌های اطراف حذف میشه و فقط میتونید روی این دیزاینی که دارید در واقع متمرکز باشید. مثلا وقتی که دارید دیزاینتون به یه نفری نشون میدید، اگه دوباره کامند نقطه رو بزنید، این پنل در واقع برمیگرده. میتونید فیگماتون رو دارک مود یا لایت مودش بکنید. اگه روی لوگوی فیگما بزنید و از توی پرفرنسز میتونید تم رو به لایت تغییر بدید و اینجا میبینید که تم فیگماتون لایت میشه. در واقع این کنوس پشتتون و تنظیمای کنوستون رو تغییر نمیکنه، فقط خود تم فیگما در واقع لایت میشه. اینجا میبینید که همه فیگما در واقع روی لایت مود هست. دوباره میتونیم برش گردونیم به نسخه دارک، به خاطر اینکه من کلا همیشه دارک مود خودم دوست دارم. و فضای پشت کنوس رو میبینید، این فضایی که این پشت هست رو میتونید از وقتی که هیچ لایه‌ای سلکت نشده باشه میبینید که اینجا یه نوشته پیج. من این رنگ بک‌گراند پیج رو میتونم از این پشت عوض کنم، میتونم سفیدش بکنم یا مشکیش بکنم یا همون دیفالتی که در واقع کد دیفالتی که همیشه بود. این در رابطه با فضا ورک اسپیس که احتمالاً به کارتون بیاد. اگه بخواید زوم بکنید، در واقع کار کردن با زوم در واقع توی فیگما اینجوریه که من اگه بخوام زوم این بکنم، خب من چون روی مکبوک دارم بدون موس استفاده میکنم، با در واقع ترک پدی که دارم با 2 پینچ میتونم در واقع با پینچ کردن و 2 انگشت در واقع زوم این و زوم اوت رو معمولا انجام میدم. ولی میشه در واقع کامند پلاس یا حالا کنترل پلاس و در واقع به اضافه و منها رو منظورم هست مثبت منفی، در واقع کامند پلاس و منها رو میشه زد. با موس هم در واقع میدونید احتمالاً چجوری باید زوم این و زوم اوت بکنید و یه سری شورتکات ها هم براش داریم. مثلا اگر شیفت 1 رو بزنید میتونید هر چیزی که توی کنوستون هست رو یا توی این فایلتون هست رو در واقع به صورت یه اوورویو از بیرون ببینید. شیفت 1 در واقع این کار رو انجام میده. اگر یه آبجکتی رو انتخاب بکنید، مثلا من این عکس رو انتخاب بکنم و شیفت 2 رو بزنید، در واقع زوم میکنه و شما رو میبره روی اون آبجکتی که انتخاب کردید. پس انتخاب یک آبجکتی و بعد شیفت 2 این کار رو انجام میده. اگر شیفت در واقع 0 رو بزنید، این کامند 0 هم در واقع همین کار میکنه. زوم 100% میده، یعنی اون حالتی که نه زوم اینه نه زوم اوت، در واقع زوم 100% و یه حالت خنثی رو به زومتون میده. این هم خیلی کاربردیه که بدونیم چجوری زوم این و زوم اوت بکنیم. برای اینکه بخوایم تو وقتی که مثلا زوم هستیم، اگه بخوایم بریم سمت چپ و راست، خب من دوباره با ترک پد مکبوک خب با 2 انگشت این ور اون ور در واقع میتونم برم. ولی اگر اسپیس رو نگه دارید، این علامت در واقع پوینتر موستون تبدیل به یه دست میشه و بعد میتونید بکشید و صفحتون رو این ور اون ور ببرید. اینم از این داستان. یه چیز دیگه که میخوام بگم اینه که اگه بخواین یک لایه‌ای رو، مثلا یه لایه‌ای که اینجا میبینید رو اسپسیفیک، مثلا من میخوام این عکس رو سلکت بکنم، ببینید اگه من سلکت عادی انجام بدم، کل یه گروه لایه رو یا یه فریم رو میاد سلکت میکنه، مثلا این فریم رو. ولی اگر من کامند رو بزنم و کامند رو نگه دارم و بعد سلکت بکنم، اون عکس رو دقیقاً میاد برای من سلکت میکنه. یعنی شاید این مسئله داشته باشین که من چجوری میتونم این لایه رو بگیرم، یا من اینجا چجوری میتونم این آیکون لایک رو مثلا سلکتش بکنم. خب وقتی روش میزنیم، یعنی روی این لایک بزنیم، میبینید که یهو کل این صفحه رو داره سلکت میکنه. ولی اگه دابل کلیک بکنیم، یه لایه میاد داخلتر، در واقع پرنتش رو سلکت میکنه. اگه دوباره کلیک بکنیم، دابل کلیک کنیم، اینو انتخاب میکنه و اگه دوباره کلیک بکنیم، اینو انتخاب، در واقع اون آیکون رو انتخاب میکنه. ولی به جای اینکه این همه دابل کلیک کنیم، کامند رو اگر نگه داریم و بعد روی هر المانی سلکت کنیم، در جا مستقیم میپره و اون لایه رو انتخاب میکنه. اینم از این داستان. و اینکه توی در واقع گروهی که هستین، در واقع اینجا سمت چپ توی پنل میتونید ببینید که مثلا توی گروه مسیجیم، من اگر اینتر رو بزنم، در واقع ریترن رو بزنم، میبینید که داره بچه های در واقع چیلدرن های
اون گروه رو میاد انتخاب میکنه. همینجوری اگه اینتر بزنم در واقع وارد میشه و داخلش میشه. مثلا اگر من این صفحه رو سلکت کنم، اگه اینتر بزنم در واقع المان‌های بچه‌های داخل اون صفحه رو میگیره و اگه اینتر بزنم دوباره میره بچه‌های اون صفحه رو در واقع باز میکنه و سلکتش میکنه. این هم یه نکته دیگه. و برای اینکه بین تب ها بتونیم نویگیت بکنیم، در واقع بین لایه ها اگه بخوایم نویگیت بکنیم، اگه بزنیم تب رو بزنیم، در واقع سلکت بکنیم حالا هر لایه‌ای که میخوایم رو، مثلا من اینجا این رو میخوام سلکت کنم، اگه تب رو بزنید میبینید که لایه های میره به لایه بعدی، یعنی لایه بعدی رو سلکت میکنه. و مثلا من اینجا اگه این لایه رو بگیرم، مثلا فرض کنید من این لایه رو سلکت میکنم و حالا میخوام لایه بعدیش یعنی این رو سلکت کنم، اگه در واقع تب رو بزنم روی کیبوردم، این میره و لایه بعدی رو سلکت میکنه به این صورت. اینم از این داستان. اسپیسینگ و فاصله بین اسپیس ها رو میخوام در واقع بین آرتبورد ها و فریم ها رو میخوام بهتون بگم. این فاصله ای که بین صفحات دیزاینمون وجود داره، این حالا من این دیزاین آماده رو بردم که نشون بدم. مثلا فاصله بین این دوتا صفحه، میبینید یه فاصله بین این دوتا وجود داره. اولا که اگه بخوایم اندازه بگیریم، یعنی اگه بخوایم بدونیم فاصله این با این چقدره، خب چند تا کار معمولا میکنم. مثلا یکی این که یه مربعی میکشیم از اینجا تا اونجا، میگه که مثلا 204 تاست. یا اینکه رزوم 100% کامن شیفت 4 رو من روی مکم میزنم، این ویژگی خود مکه، و بعد اینجا میکشم میبینم که مثلا این مثلا 201، ولی دقیق نیست. خود فیگما یه همچین فیچری داره. اگه من این لایه رو سلکت کنم، مثلا این اسکرین رو، و آپشن رو نگه دارم، یعنی دکمه آپشن رو نگه دارم، حالا هر جایی که برم، مثلا اگه بیام روی این صفحه، فاصله اون لایه، اون در واقع فریم اولیه رو با فریم دوم رو به من میده، داره میگه که این 200 است. مثلا من اگه این لوگو رو سلکت کنم و آپشن رو نگه دارم و بیام اینجا، میبینید که فاصله رو مثلا به من داده 39 تا، یا فاصله از سمت چپ و راست رو داده 80 تا، یا فاصله از در واقع اون کل رو داده 96 تا، یا فاصله از بالا رو داده 168 تا. میبینید یعنی با نگه داشتن آپشن میشه فاصله بین در واقع اینها رو متوجه شد. یا مثلا من اگه اینجا این رو سلکت کنم و آپشن رو نگه دارم و اون فیل بعدی رو بگیرم، میبینه که فاصله بین این دوتا 12 تاست، یا فاصله از سمت چپ و راستش در واقع 16 تاست. اینجوری هم میشه فاصله ها رو نگاه کرد. و اینکه من یه وقتایی هست دیزاینم خیلی مثلا به هم ریخته است، مثلا اگه بخوام اینجا نظمش رو به هم بریزم، احتمالاً برای شما هم خیلی پیش میاد. واقعا یه همچین شلختگی رو توی دیزاینتون دارید. اگه سلکت کنید این فریماتون رو، حالا هر فریم شیپ یا هر چیزی که هست رو، اگه همش رو با هم دیگه سلکت کنید، میبینید که من الان اینا رو سلکت کردم و اینجا چند تا گزینه دارید. در واقع این بالا سمت راست چند تا گزینه دارید توی پنلتون، و یکی از گزینه ها در واقع این هست. اگه روی این 3 نقطه بزنید، یه گزینه به اسم تایدی آپ، اگه تایدی آپ بزنید میبینید که در واقع این رو با یه داستانی، البته اینجا چون یه لایه اینجوری اینی بوده، این کار ما رو به هم ریخت. مگه اینو برش دارم و مشخصم بود که قراره کارم رو به هم بزنه، ولی فکر نمی‌کردم که اونجا سلکت کرده باشدش. خب من اینو سلکت کردم بدون اون داستان، و حالا اگه تایدی آپ رو بزنم، می‌بینیم که این رو در واقع با یه داستانی در واقع به قول خودش تایدی آپش کرده و منظمش کرده. و اینجا حالا اگه من 8 تا داشته باشم، مثلا اینا رو بگیرم، این و این رو هم بگیرم و تایدی آپش کنم، میبینید که حالا با یه همچین حالتی این رو تایدی آپش کرده و منظمش کرده. اگه کل اینا رو بگیرم و تایدی آپ رو بزنم، میبینیم که حالا بهتر در واقع اینو تونست منظمش کنه، ولی فاصله شون خیلی زیاده. میبینید فاصله به نسبت اون چیزی که قبلا بود فاصله زیاد شده. وسط اینها یه سری خطای عمودی هست. این خطا رو میبینید، خطای حالت صورتیه. مگه این خطا رو سلکت کنم و به سمت چپ و راست بکشم، فاصله بین اینها رو در واقع داره کم و زیاد میکنه. من این فاصله رو میذارم، مثلا اگه رو اینه میذارم روی این فاصله، و
این صورتی‌های افقی رو هم اگر کم و زیادش کنم می‌بینی که این فاصله اینا رو داره کم و زیاد میکنه. این رو از من در واقع سایدبار سمت راست هم میشه تغییرش داد. اگه مثلا اینجا این 294 تا رو من بکنم مثلا 100 تا و فاصله بالا پایین رو هم بکنم 100، می‌بینید که ما اینجا یه در واقع حالا بکنیم 200 در 200 فاصله بین این اسکرین هامون هست. خیلی کاربردیه این داستان و باعث میشه که بتونیم اون نظم و دیسیپلین و ترتیب رو توی کارمون داشته باشیم. یه جایی هم هستش که مثلا این در واقع آبجکتمون بالاتر از بقیه است یا الاین نیست. ما اگر این ستا رو سلکت کنیم، چجوری سلکتش کردم؟ این اسکرین رو سلکت کردم و بعد شیفت رو نگه داشتم و وقتی که همزمان دستم روی شیفت هست بقیه اسکرین ها رو سلکت میکنم. اینجوری میتونم در واقع ستای اینا رو یا حالا هر چقدر بیشتر رو سلکت کنم. من اگه این ستا رو سلکت کنم یه گزینه ای دارم اینجا که میبینید که گزینه‌های الاینمنت در واقع. من اینجا میتونم الاین تاپ رو بزنم، یعنی از بالا اینا با هم دیگه تراز شن، یا میتونم الاین سنتر رو بزنم، یعنی از وسط با هم دیگه تراز شن، یا میتونم الاین در واقع باتم رو بزنم که از پایین تراز شن با هم دیگه. در واقع 3 مدل الاینمنت داریم که اینجا بهتون نشون دادم. یا مثلا اگه از سمت چپ و راست این الاین نباشه، من اگه مثلا این در واقع اینو به هم ریخته باشن، اگر اینو سلکت کنم و شیفت رو نگه دارم این و این رو هم سلکت کنم و اینجا میتونم حالا سنتر الاین رو بزنم که اینا در واقع از وسط با هم دیگه روی یه خط الاین شن، یا اینکه رایت الاین بهش بکنم و بیان سمت راست همشون بیستن، یا اینکه لفت الاینش بکنم و برن سمت چپ همشون در واقع بیستن. به این صورت این هم از این داستان. میجرینگ هم بهتون گفتم. یه جاهایی هم ممکنه که یه سری فایل ها، یه سری مثلا یه فایلی، یک لایه‌ای روی یه لایه دیگه باشه. مثلا من این لایه رو که اینجا میکشم میبینید که این فریمه روی این اون یکی فریم در واقع هست. حالا اگه داخلش نباشه من اینو میخوام بیارم روش. خب این فریم روی این فریمه و من میخوام زیر اون فریم باشه، یعنی بره زیر اون عکس. یه راهش اینه که خب من اینو سلکت میکنم و میبرم بالای این قرار میدم. ببخشید برعکس کردم این کارو. سلکت میکنم و پایین این قرار میدم و میره زیر اون قرار میگیره. یه راه دیگه اینه که در واقع کامند رو نگه دارم و این علامت در واقع براکت رو روی کیبورد میبینید که در واقع همون علامه پرانتز و براکت در واقع یک کلیدن. اگه اون براکت رو در واقع بزنم، براکت باز، این در واقع میره پایین یه لایه. اگه براکت بسته رو بزنم میره یه لایه در واقع بالا. یعنی من اینجوری میتونم در واقع میبینید این داره میاد پایین و میره تو لایه های زیرین قرار میگیره و اگه بسته رو بزنم میره تو لایه های بالاتر قرار میگیره. اینجوری من میتونم اوردر کنم در واقع لایه های مختلف رو توی صفحه کنوسم. دیگه چی بهتون بگم؟ اسپیسینگ رو بهتون گفتم، ریترن کی رو اینا رو هم گفتم. تقریبا اون چیزایی که دوست داشتم بگم رو گفتم. یه جاهایی هم احتمالاً نیازه که مثلا میخواین فایلاتون رو رینیم کنید، مثلا همه فایل‌ها رو با هم بگیرید. فرض کنید اینها رو با هم بگیرید و میخواید همشون رو با هم رینیم کنید. اگه من کامند آر رو بزنم، یادتونه برای رینیم یک در واقع لایه ما کامند آر میزنیم. حالا اگه همه رو با هم سلکت کرده باشین و حالا کامند آر بزنید، من میتونم لایه رو عوض کنم به اسم مثلا هلو و میبینید که همه اون لایه ها یا فریم هامون رو اسمش رو تغییر داد به هلو. ولی یه وقتایی نمیخوام این کار بکنم، میخوام کامند آر رو بزنم بگم که من میخوام مثلا باشه اسکرین. خب اینجا تغییر میده همه رو به اسکرین، ولی میخوام بکنمش اسکرین به جاش میگم که بیا از پایین از کم به زیاد بشمر، یعنی بکنش اسکرین 1 2 3 4 5. منتها به جای اینکه دستی اسمشون رو عوض کنم اسکرین 1 2 3 4 5، من اینجا میذارم مینویسم اسکرین و بعد نامبر و رو به بالا در واقع میزنم و وقتی رینیمش میکنم، البته الان رو به پایین این کارو انجام داد به خاطر اینکه این لایه ها اوردرشون با هم دیگه فرق میکرد در واقع از پایین، چون که اینا با هم دیگه ببینی از سمت چپ 1 2 3 4 5 6 7 هست، منتها چون اون یکه اون پایینه این در واقع چون این فایل به هم ریخته است در واقع برعکس این اتفاق افتاده. ولی توی دنیای ایدئال که مثلا من اینجا چند تا چیز اینجوری ترتمیز میارم،
مثلا 4 تا و بعد میگم رینیمش میکنم به اسکرین و بعد نامبر آب، میبینیم که اینجا حالا دیگه همین اینم چون برعکسه، من باید این رو رینیم کنم اسکرین نامبر داون که بخوایم از اونجوری در واقع درست باشه. میبینید که این اولیه شده 1 شده 2 شده 3 و شده 4. کلا اینجوریه فیگما، اون لایه اول همیشه زیر قرار میگیره، این برعکس اینجوری نیست که 1 2 3 4. اون لایه‌ای که اوله از پایین شروع میشه فایلای در واقع اینجا 1 2 3 4 اینجوری قرار میگیره. حالا اگه من اینا رو همه رو با هم سلکت کنم، یعنی با در واقع اینجوری بکشم و سلکت بکنم و شیفت A رو بزنم، همه اینا اتو لی‌اوت میشن و میرن در واقع داخل یه لی‌اوتی. حالا من میتونم اگه بهشون رنگ‌های مختلفی بدم، چه پینک ملویی داد بهمون، نه به اون پینک ملو نه به اون قرمز جیغ. مثلا اینم اگه این رنگی باشه، من اینا رو میتونم با اروکیام، یعنی با کلید چپ و راست میتونم این ور اون ورشون بکنم. حالا من اگر اینجا اینو سلکت آل کنم و آر رو بزنم و دوباره بگم اسکرین و نامبر، اینجا دیگه حالا یکمون میشه همون اولیه، یعنی 1 1 2 2 3 3 و 4 4. یعنی یه مقداری این داستان، چون بای دیفالت سیستم وقتی که داخل اتو لی‌اوت نیست رفتارش فرق میکنه با وقتی که داخل اتو لی‌اوت. اما بچ رینیم کردن یا رینیم کردن گروهی پس اینجوریه که ما اینا رو سلکت میکنیم، کامندا رو میذاریم و رینیم میکنیم. یه جایی هم هستش که ما میخوایم اسم لایحه باشه. یعنی چی؟ یعنی من میخوام اینا رو بیارمشون بیرون. من میخوام اسم لایحه همیشه همون اسکرین 1 2 3 4 5 باشه. کامنت آ رو میزنم. اگه کارنت نیم اینجا یه گزینه داره، روی گزینه کارنت نیم بزنم اسم فعلی اون لایحه رو نگه میداره. حالا میگم کارنت نیم 2 تا دش میذارم، مثلا میگم که اپ. به همشون یه دونه اپ اضافه کرد، در واقع 2 تا دش و اپ اضافه کرد، ولی اسم خودش رو در واقع نگه داشت برامون. کار این شکلی، این هم در واقع بچ رینیم هست. دارم کار پروداکتیویتی که میشه روی فیگما انجام داد رو میگم و همین. فعلا تا اینجا شورتکات ها هم یاد بگیرید. اگه تو اینترنت سرچ کنید مثلا فیگما شورتکات ها رو میاره، ولی شورتکات ها حفظ کردنی نیستن، به مرور یادتون میمونه و خیلی وقتا اینجوریه که اگه ازت بپرسن که مثلا همین الان اگه من از خودم بپرسم شورتکات چیز مثلا چیه، مثلا کپی چیه، مثلا یادم نمیمونه. یعنی میگم مثلا کامند بود یا شیفت یا مثلا کامند اینه آپشن، یادمونه. و حتی اگه به شورتکات ها فکر کنی یادت میره. من بعضی وقتا که درس میدم فکر میکنم شورتکاتش چی بود که بگم و بعد یادم میره. خیلی ناخودآگاهه. یعنی مثلا من اگه بخوام نمیدونم یه اتریبیوت رو کپی کنم رو اون، مثلا میگم که خب اگه این رده میخوام اون رو مثلا بیام این آبیه، من میخوام بالایه رو آبی کنم، اگه فکر کنم به اینکه چی بود شورتکات یادمه، چون تو ناخودآگاه همه. ولی اصلا بدون اینکه نگاه کنم به کیبورد من همیشه میدونم که اینجوری در واقع با کامند آپشن C و کامند آپشن V میتونم یه اتریبیوت رو کپی کنم. چرا؟ چون سالها حالا ما نرم افزارم زیاد عوض کردیم. یعنی قبلا رو فتوشاپ و ایلاستریتور بودیم، بعد اومدیم روی اسکچ، بعد رفتیم روی ادوبی XD، بعد اومدیم روی فریمر، بعد رفتیم روی فیگما. ابزارها عوض شده، یه مقداری شورتکات ها هم بعضیاشون فرق میکنن، ولی به صورت کلی میره تو ناخودآگاهتون. بعد یه مدت وقتی شورتکات ها رو آروم آروم یاد بگیرید و اصلا نگرانش نباشین، دیگه هیچ نیازی به این نوار پایین، من شاید سالی یه بارم نوار پایین رو اصلا نمیبینم وقتی دارم دیزاین میکنم، ولی همش با شورتکات ها کارم راه میفته. به این صورت اینم خواستم یه سری هک‌های پروداکتیویتی بگم که یه مقداری سرعت کار رو ببرین جلو و یه مقداری حرفه‌ای‌تر از فیگما استفاده بکنید. و تا درس بعدی فعلا.